سلام خدمت همه دوستان و علاقمندان به رشته کامپیوتر. من پارساده هستم، با درس دیتا استراکچر یا ساختمان داده ها در خدمتتون هستم و ما میخوایم از ابتدای فصل شروع کنیم به آموزش و زیربرنامه‌های بازگشتی رو خدمتتون خواهیم گفت. زیربرنامه‌های بازگشتی زیربرنامه‌هایی هستن که 3 تا شرط اصلی داشته باشن، همونطور که شما مشاهده می‌فرمایید. یکی این که باید زیربرنامه باشن، دوم شرط پایان پذیری داشته باشن و سوم این که نام زیربرنامه در بدنشون استفاده بشه. بریم با هم یک شمایی از یک زیربرنامه بازگشتی رو ببینیم. توجه بفرمایید، شرط اول اینه که زیربرنامه باشه. من یه زیربرنامه به زبان C++ براتون می نویسم. زیربرنامه‌ای با نام F که حالا اینجا میتونه پارامتر ورودی داشته باشه، آکولات باز و آکولات بسته. این یه ساختار زیربرنامه است. خب شرط دومش که اینجا مشخص کرده برامون اونه که شرط پایان پذیری داشته باشه، یعنی باید با یه if داخلش حتما ما داشته باشیم که اینجا یه شرط میتونیم بنویسیم. و سومین موردی که داره اینه که نام زیربرنامه در بدنه زیربرنامه استفاده بشه. در این مثال نام زیربرنامه F هست. نام زیربرنامه که F هست توی بدنه برنامه استفاده میشه. یعنی یه زیربرنامه بازگشتی میتونیم بگیم تقریبا این چارچوب رو داره. خب بریم با یک مثال ببینیم زیربرنامه‌های بازگشتی به چه شیوه کار میکنن. من این 3 شرط زیربرنامه‌های بازگشتی رو براتون اینجا نوشتم اون بالا و میخوام یک برنامه رو با این 3 شرط براتون بنویسم. ببینیم یه زیربرنامه می‌نویسیم با نام F، یه پارامتر ورودی داشته باشه به اسم N، یه دستور چاپ که در زبان C++ دستور cout دستوری هست که برای چاپ استفاده میشه. میخوام N رو چاپ بکنه، همون متغیری که به عنوان پارامتر از ورودی گرفتیم. زیربرنامه‌های بازگشتی شرط پایان پذیری دارن، یه if دارن، میگیم تا زمانی که n بزرگتر از 1 هست بیا یک کار برامون انجام بده. زیربرنامه f رو دوباره فراخوانی کن، این بار n رو منهای 1 کن. ما فعلا یه زیربرنامه نوشتیم که این زیربرنامه که نوشتیم هنوز نمیدونیم چه کاری انجام میده. برای اینکه ببینیم این زیربرنامه چه کاری رو انجام میده، میایم و یه مین براش مینویسیم و تریس میکنیم برنامه. ببینید به چه صورت. من یک قسمت مین مینویسم. میدونید که شروع برنامه ها در زبان C++ از قسمت مین انجام میشه. زیربرنامه F رو با یک عدد فراخوانی میکنیم. فرض بفرمایید با عدد 3 میخوایم اون رو فراخوانی کنیم. موقعی که میخوایم زیربرنامه F رو با عدد 3 فراخوانی بکنیم چه اتفاقی میفته؟ کل این برنامه با میزان n برابر با 3 فراخوانی میشه، یعنی F3 فراخوانی میشه. در خط اول که دستور چاپ وجود داره cout میشه، یعنی چاپ میشه عدد 3. یعنی اینکه اگه بخوام یه خروجی برای این زیربرنامه متصور بشیم، اولین چیزی که چاپ خواهد شد عدد 3 خواهد بود. عدد 3 چاپ میشه. بر اساس این برنامه 3 بزرگتر از 1 هست، یعنی تو این شرط این ایفه 3 بزرگتر از 1 هست. موقعی که 3 بزرگتر از 1 باشه زیربرنامه F با n منهای 1 فراخوان میشه که تو این مثال ما n 3 هست. 3 منهای 1 میشه 2. خب و بعدش هم آکولات بسته داریم که پایان زیربرنامه است. F2 دوباره میخواد فراخوانی بشه، یعنی کل این زیربرنامه با عدد 2 فراخوانی میشه. F2 رو فراخوانی میکنیم. در اولین خط چه چیزی چاپ میشه؟ عدد 2 چاپ خواهد شد. یه شرط چاپ میشه، میگیم اگر 2 بزرگتر از 1 باشد، مثل اینجای n گذاشتیم 2، اگه 2 بزرگتر از 1 باشه f 2 منهای 1 یا f1 فراخوان میشه. خب بعدش هم به آکولات بسته میرسیم. توی خروجی چه اتفاقی میفته؟ f2 که فراخوانی میشه عدد 2 چاپ میشه، یعنی بعد از عدد 3 عدد 2 چاپ میشه. 2 بزرگتر از 1 هست، f1 فراخوانی میشه. بریم ببینیم f1 که فراخوان میشه
چه اتفاقی میفته؟ مقدار n برابر 1 خواهد شد. سی آوت چاپ میکنه عدد 1 رو، یعنی در خروجی ما بعد از عدد 2 عدد 1 چاپ خواهد شد. بعد شرط رو چک میکنیم ببینیم 1 بزرگتر از 1 هست. 1 بزرگتر از 1 نیست، بنابراین اینجا چیزی چاپ نخواهد شد و میرسیم به آکولات بسته. زمانی که میرسیم به آکولات بسته یعنی زیر برنامه F1 تمام شده. زیر برنامه F1 که تمام شده باشه، خط بعدیش دوباره آکولات بسته است، یعنی زیر برنامه F2 تمام شده. خط بعدی F2 آکولات بسته است، یعنی F3 تمام شده. F3 که تمام شده باشه میرسیم به پایان. یعنی در واقع میتونیم بگیم اینجا شروع اجرای برنامه است و اینجا پایان اجرای برنامه است و به این شیوه اعداد 3، 2 و 1 چاپ خواهند شد. حالا میخوایم همین برنامه رو بریم و بنویسیم و اجراش کنیم، ببینیم آیا همین اتفاق هم میفته. خب بچه ها میخوایم همون برنامه رو اینجا هم اجراش کنیم، بریم با هم و ببینیم اجرای اون برنامه به چه صورته. شما ساختار استاندارد رو مشاهده میفرمایید که یه مین داریم و دستور CLR SCR کلیر اسکرین هست که صفحه نمایش رو پاک میکنه و getch هم دستوری هست که یک کاراکتر از صفحه کلید میخونه برای اینکه بعد که برنامه اجرا شد ما نتیجه رو بتونیم روی صفحه مشاهده کنیم. خب زیر برنامه F مون رو بریم بنویسیم. void f int n. میخوام بگم که اگر قبل از اگر دستور چاپمون رو بنویسیم، چاپ بکنه n رو. خب خط بعدی میگم اگر توی پرانتز n بزرگتر از 1 بود چی کار کنه برامون؟ f n منهای 1 رو فراخوانی کنه. و در قسمت مین هم زیر برنامه F رو با یک عدد مثل 3 فراخوانی کنیم. میخوایم ببینیم آیا اون چیزی که ما پیش بینی کردیم به عنوان چاپ آیا اینجا برامون چاپ خواهد شد. برنامه رو اجرا میکنم، میبینید 3، 2 و 1 برامون چاپ شد، همون چیزی که انتظار داشتیم. حالا اگر من اینجا موقعی که میخوام زیر برنامه رو فراخوانی کنم به جای عدد 3 مثلا از عدد 8 استفاده کنم، مسلماً از 8 تا 1 رو بر من چاپ میکنه. اجرا کنیم برنامه‌مون رو. یا کنید 8 7 6 5 4 3 2 1 در واقع مثل یک حلقه فور داره کار میکنه. من برای که خروجیم یه مقدار زیباتر بشه میتونم اینا رو با کاما هم از هم جداشون بکنم دیگه. برای مثال اینجا یک کاما بذارم که بین خروجی هم یک کاما بذارم. نتیجه خروجی رو شما مشاهده میکنید که بین اعداد کاما گذاشته. بریم و یه نوع زیر برنامه دیگر رو ببینیم. خب میخوایم ببینیم که اگر ما یه برنامه ای بنویسیم به این شیوه، مثلا بنویسیم void f int n. اینجا همون شرط اگه n بزرگتر از 1 f n منهای 1 رو بنویسم، دستور چاپ رو به جایی که توی خط اول بنویسم بیارم بذارمش توی خط آخر، یعنی چاپ کردن n رو بیاریم بذاریم توی خط آخر. بریم و ببینیم که خروجیش به چه صورت میشه. اگر من یک مین برای این برنامه بنویسم که توی این مینم بگم زیر برنامه F رو مثلا با عدد 3 فراخوانی کنه، میخوایم ببینیم خروجیش چی میشه. من پیشنهاد میدم که قبل از اینکه شما قسمت بعدی ویدیو رو ببینید سعی کنید خروجیش رو حدس بزنید و حدستون رو با جواب من مقایسه بفرمایید. بریم ببینیم خروجی به چه صورت انجام میشه. زیر برنامه F که با عدد 3 فراخوانی میشه میگه اگر 3 بزرگتر از 1 باشد F2 رو فراخوانی کن. خب میدونیم که 3 بزرگتر از 1 هست، یعنی F2 فراخوانی میشود. خط بعدیش چاپ کردن n هست که n توی این برنامه عدد 3 هست، یعنی cout 3.
عدد 3 چاپ میشه. بریم زیر برنامه F2 رو فراخوانی کنیم. زیر برنامه F2 موقعی که میخواد فراخوانی بشه، بر اساس برنامه ما nمون شده 2 آکولات باز 2 بزرگتر از 1 هست. اینجا 2 بزرگتر از 1 هست، بله اینم که برقرار بود. 2 بزرگتر از 1 هست. F1 فراخوانی میشه. F1 که فراخوانی شد، Cout چاپ میکنه nمون که عدد 2 هست. توجه بفرمایید اینجا n2 هست و در این قسمت که fn ها 1 فراخوانی کردیم f2 ها 1 فراخوانی شده. در خط بعدی n هنوز 2 هست، چون ما هیچ کجای این برنامه نگفتیم n مساوی n ها 1. یعنی اگر تصور شما این باشه که اینجا با دستور چاپ کردن عدد 1 رو بنویسیم، این تصور اشتباه است. خب بریم f1 رو میخوایم فراخوانی کنیم. f1 رو که میخوایم فراخوانی بکنیم، 1 بزرگتر از 1 دیگه نیست. موقعی که شرط غلط میشه مسلما خط زیر ایف نمیتونه اجرا بشه، اما دستور بعدیش که دستور چاپ هست اجرا میشه. یعنی Cout ما عدد 1 رو چاپ میکنه. اولین خروجی که اینجا تولید میشه عدد 1 هست که اینجا چاپ شده. زیر برنامه F1 تمام شد. ما میدونیم که در زبانهای برنامه نویسی استراکچرال یا ساخت یافته که C++ هم یک زبان ساخت یافته هست، دستورات برنامه نویسی خط به خط اجرا میشن. یعنی تا زمانی که یه خط اجرا نشه، خط بعدی اجازه اجرا شدن نداره، مگر حالا در شرایطی که از دستورات خاص استفاده بشن. اینجا با آکولات بسته که میرسیم F1 تمام شده. زمانی که F1 تمام بشه، خط بعدیش چاپ کردن عدد 2 هست و عدد 2 چاپ خواهد شد. میرسیم به آکولات بسته، یعنی زیر برنامه F2 تمام شده. موقعی که زیر برنامه F2 تمام شده باشه، عدد 3 چاپ خواهد شد. 3 چاپ میشه. میرسیم به آکولات بسته، برمیگردیم اینجا و F3 هم تمام شده، میرسیم به پایان. توجه بفرمایید شروع برنامه نویسی اینجاست، یعنی شروع اجرای برنامه از قسمت مین هست و پایان هم اینجاست. بین آکولات باز و آکولات بسته مین شروع و پایان اجرای دستورات قرار خواهند گرفت. بریم و این ادعای خودمون رو با برنامه نویسی بهتون نشون بدیم. خب ما قرار شده این دستور چاپ رو از این خط برش داریم و در خط آخر اضافهش کنیم. اینجا اضافهش کنیم. بر اساس مثال ما F با عدد 3 تریس شد دیگه، درسته بچه ها؟ بریم و برنامه رو اجرا کنیم. 1 2 و 3 چاپ شد. اگر به جای 3 گذاشته بودم 8، از عدد 1 تا 8 چاپ میشد. در واقع ما در این قسمت تونستیم شبیه سازی از حلقه های تکرار 1 تا n و n تا 1 رو پیاده سازی کنیم. منظور من این هست که مثلا ما اگه لازم باشه یک تکرار 1 تا n رو چاپ بکنیم، nمون در این مثال عدد 8 و یکمون هم که شرط پایان پذیریمون هست و به این شیوه ما یک فرایند تکراری رو با استفاده از حلقه های تکرار پیاده سازی کردیم. در ویدیوهای بعدی ما یاد میگیریم چجوری بتونیم از این تکنیک استفاده کنیم و مسائلی که حلشون با استفاده از حلقه های تکرار خیلی پیچیده و مشکل هست رو با این شیوه به صورت آسان‌تری حل کنیم.